یک قرصه که بسیار خوب برای عالم نره طرف شما. سلام عزیزان دیگر. سال 2017 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سال جوانان اعلام شده است. قرصه شما برای جوانان جمهوری تاجیکستان. یک جوان حاضر زمان مایلدار شده زن گرفته با پگش پیش خانه برآمده که جلوش خاکو گبزا زندگی چخله زندگی نشتیان خاک بین خود ما زن تا بسیار دوست می‌داره یا خوشتومند جوان حاضر زمان شوخ چه بچه ها گپ بین خود ما قیسیگیل ما دوست می‌دارم. در دورای پیشم عشق و عاشقی بود. میگفتن تو جانی من، لیلی من، محبتی من، شیرینی من. حاضر جوانای عشق اما دخترم میگن جان تو خری من. با تو همین خیلی نگو دیگه دخترم برست نمیارم. یک دخترک او برده سورا سطیل کردی که یک جوان حاضر زمان چه کاش که سطیلی آورد میشن تو مرا خونه تا میبردی. این دخترم جوان خون شوخ بوده چه کاش که سطیلی آوی من میشتی من توی خانه ما میبردم بابا مستحب بود میکرد. یا جوان حاضر زمان جورا شدیده فیری دینا در پارک نبودی ها چیکار شد یا عروس کردی شناستم عروس همه بینی دم میگیری همه حیران هم باشد چخیلی بود عروس همه حیرانه. من جوانا خواهش میکنم تمام شرط شرایط برای شما مهیا شده است فقط خودم زبان تاجیکی خار و ذلیل نکنیم. یک جوان زن گرفته تاکی چادر درآمده که با زنکو شما نمیخ دو سه رو قراول کردنش میکنه. این جوانم درآمده در تاکی چادر عروس قطعی دوگانه شد. با این جوانم استرس نکرده آمده دوگانه عروس یک تا پیسه کده. همه حیران وای مامورم تو چی باید کار کردی؟ این جوان شخچه آخی زنک زنی خدمت این دخترک خوشرو مهمونه پگه میره و با من دیگه چیکار میکنه؟ برای دیگر خوش آمدید زنده باشید عمر دراز فایز برکت. من تمام هستم همراه خودم یک هنرمند آوردگیم بیا. یک سوچی سری مرا کنه که دکش نیکن گایی تیه نمیشنه زنی و تیه همه میشنه زن یک خرز بدیم چی بود آخی نشنم نکن چه نشنم؟ آخی بگو نشنم چی گفت؟ گفت اکن نشیدگی گفتم وجدان ایستانیم من نمیدونم که سپیر چیه اکن من نمیدونم من نمیدونم که عرق چیه اکن گفتم نمیدونم گفت نشیدگی گفتم اکن وجدان ایستانیم عموما نوشکر سپتیره استعمال نمیکنم من نمیدونم اکن عرق تاجیکستان این ردبول اکن ویسکی اکن گریله اکن من کرونا نمیدونم کاکا نماشانه ندارم اکن گفتم بعد گاهی گفت که تو حق گفتم ها اینه با یک باریده ها گفت این نهاره بوی عرق میایم سک فایل گفتم اکن من بیزنسی میلم های سر تو بگره گپ بزنم قطعی خریدارا که گپ بزنم دهنم گرم میشه و عرقش بکنم با جواب دو هکا واقعیت نیسته بود چی گپ شد بیرم به کنسر آمده ایستادم ده گو قطعی انگت ویلم قطعی عروسم قطعی بیرم به خانه زنیده که پش هفته مگذرده این دروازه خانه و یک آدم یک سگ کلش برآوردگی بسیار سگی بدحیبت اسپانسکی بولدوگ این چشمان سگ فهمیدم که دلینت سگ نسبت دلینت من بیزه بند باید تشنخ کرد سر اول کم کم خندیده بعد کم خوشا دوغ من دردی بخیر نیکی آیلم زنم عروس قطیمه مرد من بشم مرد باشم آیلم مرد پیت کنیم نیلازم یک چهار زنکی با چکا کردی؟ بسیار زیگ شده ما کرد چکا کردی؟ زنکر گفتم نترس گفتم شیر نرمیشه چی؟ شیر نرم گینکر گفتم آزی برم کله سگه منم این داندارم بکنم و بخاطر زن اگر آتش نمیشود خام نمانده ما زن ستون خاندان زن تربیتگر فرزندان در جویکم زن اکا زن اکا شف خانه زن ستون خانه زن همین تیش با شما خدا کردی چی با؟ زن ستون خانه شد پدر ستون خانه میشه زن نمیشه اومن نمیشه برادر یک فایز مرد کوه 99 فایز حالا میزنه کوه نمیدونم طرفش ممکنه خوش بچه نه گیره نکن نه
گفتم نترس واسه خطی سخت یک درک بزنم سگ هم خیلی نگاه کرد طرف ما هم خیلی پری انا همه حالا دسته باشی زنجیرا زندورا انا چه نگاه میکنم تو جای من باشی چیکار میکنی نگاه میکنم مردان رو حمایت میکنی اگر زنده گفتم نترس سگ پری من مردان باری من همین مردانگی و شجاعت دلیلی ای دسته دادم یادم کردم اکا چه گله نه استویکا من این سگ آمد کو اینا دیگه استویکا اینا دیگه دیگه چه استویکا چی رو زرد کفو کفی دادی سگ پاری استویکا رو دیگه سگ پاری تو ای نمی‌دونی تو همیشه نگاه میکنم چی میکنه اکا اصلا داره چی میکنه این اکا سبب دارم این نمی‌دونی سببش گفتم اکی یکی همون زنک قطی سگ بین هم دیگر زبانی هم دیگر هم میونن چی میتونی نکن چی؟ خیلی هم میخنده بود و یک همکنه که یک سگ جان نه یک جان شده که یک جان بعد سجن شد نه جان بکن آواز خیلی آواز هم رنگ آوازش هم خیلی سگو خیلی سگ جان هم خیلی بعد من دارم دیستانس را گرفتم دارم پیشی همون سگ آیلم رفتم نگاه کردم یک کیلومتر دورتر زنم طرفم نگاه کرد یکی سگ اینجا کلتش کپی طرف یک چخوری بود همتر یکی نگاه کرد طرف نگفت تشریف من در نگاه کردم چی بگوی عزیزم چی بگوی گو یادم که گفتم نمیتونه بازی یکی تیشی نشید همون چخوری داده من تیشی نشید آرام شد بعد یک همی حالت یک بار ینگد یک بار سگ یک بار ینگد یک بار سگ همخیلی سی بار خستن شیشتا یکی تیشی نشید همون درون چخوری سگ بزور همخیلی طرف رو نگاه کرد در حیات بار اول ببینم که سگ گیریه نکنه تو خطا کردی ممکن سرت گیریه کسی نه سگ ای چشمای سگ کلود آو میرزه چی؟ ای چشمای سگ فهمیدم که سگ ایما مدد میخواه طرفی سگ گفتم پچک گرانی خندی سر به سر میشه با 16 ساعتی شب و شب داره همون هلنده اول پاچه آیلم سگ گزیده کرد تشریف من خودم این چرابی نمیبرم اینجا همه آیله دار قدر قیمت زنده میرسن تو ینگه حتما دختر بابر باید 44 تا حقوق میجوری خدا را شکر آیلم 100% صحت سلامت کرد چی دو دوی میبینه باشن آخه همون سگ بیچاره مور یکی زن نگیره بکر چی؟ در برسه قربالا یک دختره کلیده نصیب باشه زن نگیره زن نگیره چی با؟ زن نگیره سبک شو همه آدمای قدیم هم میگفتن که بچه‌م سبک شو کم دادرم سبک شو چی بکر؟ سنگی وزنه آب نمیبره آتا سنگی وزنی در آب وزنی شو من سبک شویم وزنی شو یکا سنگی وزنی در آب نمیبره الان خیلی مثلا بودم میرم من باور ندارم دروغ یکا همین رئیس کلخازی ما 150 کیلو وزن دارم دینا خرابش همین خلوار داشتش که پاچاش سیبی نمیدیده که تو همه زن مثلا جزی اکا در این بالسه خرابال یک دختره که دیگه مامونم میگیرم کافش دادم در این بالسه بود گفتم دختره پاری وارد شروع بود دختره چقدر شیرینیه هم خیلی گپ دادم گفتم دختره چی میخی که شیرینی باش شیرینی عموما خطیب گپ نمیزنم اون طرف رفتم گفتم گپ نزن بعد یورپسکی استیل استفاده بوده یورپسکی استیل چله یارو از یک طرف هم استیکو یک طرف هم استیل دخترکا گام بزنی کو دخترکا قطید گام بزنن گویا که نه لندن اومده که در لندن میخوره خیلی است ولی میگه که گاره نخشومه تو باید اون اینجا دیگه کرد گاره نخشومه تو کنی o Tacikistan geldim. Ha ya ne? İnden ne kadar ne istedin? خیلی مستی نگو ها یا نه نگه نه و تخت چینی اومده این خیلی گکه هم خیلی گفت گفتم دختره دختره و چی میخید که شیرینیه یا که طرفم خاندی دکه این خیلی خوشرو نگاه میکنم برای بروکم نامین خدا شکاف کنم دیوانش کردم گفتم تو گم نزنی ما اینجا نمیرم گفتم چی
شیرینی طرف پیزه نگاه کرد گفت هم برکن شمیجم کسانی قندم تشکر زیاد. تشکر شما برای تشریف خلیل و بختیار رحیمو. عجب هنرمند خوبی استاد ظفر.